فرماد اذا اراد احدکم ان یسأل ربه شیئا الا اعطاه. میخوای بری از خدا درخواست بکنی و میخوای حتما خدا بهت بده. فلییأس من الناس کلهم، از همه مردم ناامید بشو. ولا یکون له رجاء الا عند الله، هیچ امید در ذهنت خطور نکنه مگر به خداوند متعال. هیچ کسی واقعا در زندگی ما نمیتونه مؤثر باشه، ابدا احدی نمیتونه. ما یه ذره کسالت، یه ذره مشکل پیدا میکنیم، اول فهرست میکنیم اسباب و وسائل رو. از همه مردم ناامید بشو. یعلمون انی اقدر علی ان اعطیهم ما یسألونی. وقتی داره دعا میکنه این تو ذهنش باشه که من قدرت دارم جوابشو بدم. این میشه شرط استجابت دعا. یعنی ما به ذهنمون جز این خطور نکنه که خدا میتونه، خدا میتونه.